یه جا دیگه تابستون تموم شد. آقا سلام. سلام، خوش آمدید. تایلند چقدره؟ تایلند استارت نرخش از 58 میلیون تومان. چه خبره؟ نه آقا کیش چقدره؟ کیش 11900 تفریحات و رنت خودروتون هم از همینجا انجام میدید. آخه کیش و سفر اصلا. روسیه چقدره؟ روسیه هم 80 میلیونه. الانم خیلی خوشموقع است. تو زمستون واقعا سرد میشه. روسیه خوب. نه پس روسیه شد سب. نه آقا گرجستان چقدره؟ گرجستان تفلیس تکش 23 و 500 تور ترکیبی تفلیس باتومی هم براتون دارم. اصلا میریم بالی. بالی چقدره؟ بالی عالیه، واقعا هم خوش میگذره. 120 تومن. خیلی عالیه. ارمنستان چقدر؟ ارمنستان هم همون حدود 22 تا 23 میلیون. کی دیگه میره ارمنستان؟ کشتی کروز چقدره؟ کشتی کروز که دیگه 0 تا 100 خوشگذرونیه. 180 تومن برای آبان ماه. خیلی خوبه. حساب کنین برامون. نه آقا چی حساب کنی؟ کروز چیه؟ استانبول نهایتاً دیگه چقدر؟ استانبول 23 و 500. اینترنتتون و مهمون ما این تفریحات رنت خودرو هم براتون انجام میدیم. نیازی هم به کارتتون نیست. بدون پیش پرداخت تو اقساط 2 تا 10 ماه فقط با چک صیادی. چطوره؟